چطورین؟ چه خبرها؟ چیکار میکنید؟ آقا امروز میخوایم درباره یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم. موضوع شروع کردنه. یعنی کسی که آقا میخواد ادیتو شروع کنه، فیلم برداری شروع کنه، کلا تولید محتوا رو بخواد شروع کنه، از کجا باید شروع کنه؟ این سوالیه که همه مثلا تو ذهنشون دارن. ببین، تنها چیزی که من تو این حالا سالایی که فیلم برداری میکردم، ویدیو درست میکردم، تولید محتوا میکردم، به یه چیزی رسیدم. و اصلا فرقی نمیکنه چه دیوایسی تو دست توئه. موضوع اول میخوایم درباره دستگاهی که دستمونه صحبت کنیم دیگه. چه موبایل باشه، چه دوربین باشه. حالا یه سری منتظر وای میسن برن یه جا کار کنن، دوربین بگیرن، بگن آقا من میخوام با دوربین شروع کنم این قضیه رو. حالا میخوام فرق خوب و بدش رو بهت بگم دیگه، این چه داستانی داره. ببین، با دوربین شروع کنی یه مسئله ای است که تو یهو میای با دوربین شروع میکنی. خب حالا درباره فیلم برداری صحبت میکنیم. تو میای با دوربین شروع میکنی، کاراتو میبری جلو. اولش این امکان داره که یکم زده بشی و یکم حس بد بگیری. خب چون یهو داری با یه دیوایس قوی شروع میکنی. اگه با دوربین خیلی خوب داری شروع میکنی، میگه اون نتیجه رو چرا نمیگیرم؟ چون اونور تو تجربه رو نداره. اینو رک بهت بگم. تجربه چجوری به دست میاد؟ تجربه از این سالایی که میگذره کم کم به دست میاد. خب و اینو واسه اونایی که میگم که یهو میرن یه دوربین گرون قیمت میخرن. یعنی اگه فکر میکنی که ممکنه زده بشی، بله ممکنه زده بشی، چون یهو تو با یه چیز خیلی حرفه‌ای شروع کردی و هیچ اطلاعاتی نداری، تجربه کلا صفره. حالا اونایی که با گوشی شروع میکنن چه داستانیه؟ این نکته هم باز واسه کسایی که آقا اصلا کلا شروع نمیکنن. خب میخوام بهت بگم چی کار کنی که شروع کنی. ببین، به نظر من تو با گوشی خودت شروع کن. خب اگه میخوای تولید محتوا کنی و درگیر اینی که با چه دیوایسی شروع کنی، کلا با گوشی خودت شروع کن. نمیخواد بری هزینه کنی یه دوربین مثلا فول فریم بخری، کلا میخوای بری دوربین بخری، به نظر من با موبایلت شروع کن. با موبایلت شروع کن، ولی تکنیکا رو کلا یاد بگیر. یعنی برو انجام بده. کسایی که حالا هستن ویدیوهای مختلف میبینن، تو همین یوتیوب هم هست اتفاقا، دقت کرده باشی یه سری تکنیکا رو آموزش میدن. حالا چه نینجا واک باشه که همون راه رفتن با دستگاهی که دست توه، که زانوهاتو یکم خم میکنی واسه اینکه لرزش تصویرت مثلا کم بشه. خیلی تکنیکای دیگه، اینایی که مثلا تصویر برداری میکنن بعد سالها به این نتیجه رسیدن، آها تو اینا رو میتونی بری یاد بگیری، با همون گوشیت میری انجام میدی همینا رو. الان هم اکثر گوشی‌ها دیگه خودشون انقدر پیشرفته شدن، لرزشگیر داخلی دارن، یعنی از لحاظ لرزش هم خیالت باز راحت تره. خب حالا من برای شروع به شما چی پیشنهاد میکنم؟ به نظر من خودم با گوشی یه سری ویدیوها درست کردم که اگه مثلا با دوربین میگرفتم اون موقع، ولی نمیتونستم با دوربین مثلا اون نتیجه رو چیز کنم، یعنی خروجی بگیرم ازش. خب ولی اون موقع با گوشی راحت‌تر خروجی گرفتم. چرا؟ خب من شروع کردم ویدیو رو مثلا حالت ویدیوهای بیرولی که میگرفتم، اولین بیرولی که گرفتم با گوشی گرفتم، خیلی راه دست سر بود برام. یه دیوایس کوچیک گرفتم دستم، قشنگ دارم اون تکنیکا رو پیاده میکنم. ولی اون تکنیکا رو چجوری یاد گرفتم؟ رفتم ویدیو دیدم. خب یعنی رفتم ویدیو آموزشیشو دیدم، یعنی کسایی که حالا ویدیوشو میگرفتن، حالا چه خارجی، مثلا نمونه خارجیشو بگم دنیل شفر بود فکر کنم اسمش. رفتم کانالش ویدیوهاشو دیدم، یعنی پشت صحنه‌هاشو میذاش که چجوری فیلم میگیره، چجوری سناریو مینویسه. همونا رو من تکرار کردم. همه رو با گوشی دارم میگم و الان هنوز به دیوایس دوربین نرسیدیم مثلا کلا. اینا رو من با گوشی شروع کردم، یعنی سبک بیرولو با گوشی شروع کردم. دقیقاً همون چیزایی که گفته بود انجام دادم. 2-3 بار اول میگم نتیجه جالبی نداشت، ولی بعدش اینو اوکی شدم. خب خواستم بهت بگم که اگه میخوای شروع کنی با گوشیت شروع کن. نمیخواد یهو بری یه هزینه خیلی زیادی کنی دوربین بخری و بعدم بخوره تو ذوقت بگی چرا من نتونستم این کارو کنم. میتونی اون کارو کنی، خب یعنی میتونی تو هم نتیجه خوب بگیری، ولی خب تمرین میخواد. بس اون خلاقیت هم با همین تمرین میاد دیگه. تو شاید 20 تا 30 تا ویدیو داری میگیری. خب حالا الان مثال من بیروله بیشتر چون خودم اون مدل ویدیو میگیرم مثلا دارم میگم. تو 20 تا 30 تا ویدیو میگیری، خب خوب در نمیاد، یا میری تیزر میسازی خوب در نمیاد، ولی خب بعد از اون دیگه کم کم مثلا خودت برمیگردی ویدیو اولت نگاه میکنی. همیشه بوده، یعنی من همین الانم ویدیو بسازم میگم این چقدر بده. خب ولی نسبت به قبلی ها نگاه میکنی اصلا خودت عشق میکنی که آقا چقدر من پیشرفت کردم تو این قضیه. آره خب
اون خلاقیت بهتون میگم، الان وارد بحث خلاقیت بشیم. خلاقیت مهمترین بخش توی ویدیوه، کلا توی تولید محتواه، که باعث میشه خب بازدیدت خیلی بالاتر بره دیگه نسبت به بقیه، چون تو یه چیزی از خودت خلق کردی که بقیه مثلا اون کارو نکردن. حالا خلاقیت چجوری به وجود میاد؟ ببین، خلاقیت با دیدن ویدیوهای مختلف، انجام دادن ویدیوهای مختلف، یعنی تو ایده های بقیه رو انجام بده، کم کم ایده خودت هم میاد. من اینو بهت قول میدم. یعنی تو اگه بری چند تا ویدیو کار کنی، کم کم میبینی آقا دیگه تزار رو داری خودت میریزی، چه میدونم سناریو رو داری خودت مینویسی، از خودت داری مینویسی، یه چیزی میخوره تو مغزت، همونو میری انجام میدی، میبینی ترکید چقدر باحال شد. اینا همش از روی انجام دادن و ویدیوهای مختلف و دیدن و اضافه کردن تکنیک به خودت به وجود میاد. خب به طور مثال، آقا من میخوام شروع کنم، خب هیچ هزینه‌ای هم نمیتونم کنم، یه دونه موبایل دارم. حالا موبایلم الان اکثر موبایلات دوربیناشون خیلی خوب شده، هم لرزشگیر داخلی دارن، هم 60 فریم، هم 30 فریم، هم 4K میگیرن، 120 فریم میگیرن. خیلی خوب شده نسبت به قبل. مثلا قبلا اصلا این داستانا نبود، فقط با آیفون بعد میگرفتی. الان نه، یه سری گوشی‌ها هستن که خیلی کیفیت بالایی دارن. ببین، با همون تو برو تکنیکا رو یاد بگیر، برو سرچ کن مدل‌های فیلم برداری رو یاد بگیر، می‌بینی اونا رو بعد یاد بگیری، بعدش بیای توی ادیت. حالا من یه سری جاها ادیت هم اگه بخوایم مثلا بگیم که آقا مثلا من سیستم ندارم که ادیت بزنم، چیکار کنم؟ من خودم شده یه سری موقع‌ها مجبور شدم با گوشی ادیت بزنم، یعنی سیستم دستم نبوده، ولی خب تقریبا نمیگم همون کوالیتی، ولی تا حد قابل قبولی، یعنی حتی بالاتر از اون، نزدیک به کوالیتی سیستم خروجی گرفتم از اون قضیه. خب برمیگرده به خودت دیگه، چقدر سمجی که بخوای این انجام بدی. آره، داشتم میگفتم تو برو تکنیکا رو یاد بگیر، کلا اینکه مدلای فیلم برداری چجوریه، چه مدلی مثلا فیلم برداری کنم که توی ادیت مثلا بتونم یه سری ترانزیشنایی با حال بزنم. ببینی اینا مثلا توی مهارت‌های خودت افزوده میشه این قضیه. بعد دفعه بعد که بخوای ویدیو بگیری، هر دفعه داری ویدیوهای بهتری میگیری. حالا تو با گوشی این قضیه رو شروع کردی یا خوبیه با گوشی شروع کردن، کلا با دیوایس های ضعیف شروع کردن، اینه که آقا تو بعدن که هی داری پیشرفت میکنی، هی داری به خودت مثلا هی ویدیوات داره نسبت به قبل خفن تر میشه، یهو تصمیم میگیری آقا بری دوربین بخری، مثلا کارتو کلا دیگه حرفه‌ای شروع کنی. یعنی دیگه من از الان به بعد میخوام که ویدیوهای خیلی کوالیتی بالا و حرفه‌ای با دوربین بسازم. اون موقع خیلی حس بهتری داری. خب یعنی اون موقع تو دیگه با گوشیه رو گذروندی، رسیدی به دوربینه رو هم میگذرونی، خیلی میره بالاتر، مثلا دیوایس های بهتر مثلا میگیری. اینا هم باعث میشه که تو پیشرفت خودت داری نگاه میکنی. خب یعنی از اون لحاظ که انرژی برات دوباره تولید بشه که آقا ادامه بدی مسیر تو، این خیلی مهمه. یعنی این قضیه که تو فقط شروع کنی مهمه. یعنی از اول ویدیو من اینو میخوام بگم بهت، اینه که آقا شروع کن این قضیه رو. اگه با همون گوشی هم که شده، دارم راهکارش رو بهت میدم، بری نمونه کار ببینی، نمونه ببینی، آموزش ببینی. معرفی هم کردم، مثلا یه نفر رو، دنیل شفر رو مثلا معرفی کردم، حالا سبک بیرول کار میکنه، اون سبک خودش رو آورده. تو میتونی مثلا اگه اون سبکی دوست داری میتونی اون رو انجام بدی. کم کم مثلا تو هم یه سری تکنیکا میزنی که شاید هم اون نزده. خب اینا همه تو به وجود میاد. اکثر کسایی که الان دارن، مثلا تو ایران هم خیلی‌ها داریم با گوشی شروع کردن، ویدیوشون وایرال شده، بعدا مثلا دیوایس اضافه کردن، پول اومده دستشون، اسپانسر اومده سمتشون، خارجی‌ها مثلا برندهای مختلف باشون کار کردن. می‌بینی این گرفته شروع کرده. خب اگه من یه جا بشینم بگم حالا بذار پول جمع کنم یه دوربین خوب بخرم، بعد از اون مثلا قول میدم که آقا خوب شروع کنم، الان تو اونو بخوای انجام بدی بهت بگم که هیچ وقت شروع نمی‌کنی. پس مرحله اول اینه که کلا با چیزایی که داری، یعنی یه لیست کن برای خودت. خب بنویس آقا مثلا من فلان گوشی دارم، فلان کیفیت میتونم بگیرم، چیا نیاز دارم. حالا هر سبکی میخوای محتوا کنی دیگه. اگه میخوای یوتیوب محتوا کنی، خب میکروفون میتونی بگیری. میکروفون الان بویا داریم، ارزون ترین حالت ممکنش که وصل میشه به گوشیت، میتونی مثلا ویدیو تو بگیری. میبینی با گوشیت میتونی ویدیو تو بگیری، یه ویدیو خیلی با کیفیت، که حالا خیلی با کیفیت نمیگم ولی خب کیفیت بالا در حد قابل قبول میتونی بگیری واسه شروع. رو اولین ویدیوهای منم نگاه کن. اصلا من خودم اولین ویدیوام جوری بود که من هدفون نداشتم، من هدفونم مثلا واسه ادیت نداشتم، نمیخواستم
خیلی خنده دار بود الان بهتون بگم. یه هدفون قدیمی داشتم خب که یکی از سیماش قطع بود، بعد من با همون نویزگیری میکردم صدامو توی ادوبی آدیشن واسه ویدیو. بعدش آجی کم کم اومدم جلوتر، تونستم مثلا پول جمع کنم، ویدیو زدم، پول جمع کردم، یکم دستگاهامو یکم اینا رو ارتقا دادم. خب الان نگاه میکنم میگم چقدر حال داد این قضیه، این مسیر چقدر بهم چسبید که الان مثلا دارم با دیوایس‌های بهتر مثلا ویدیوهای با کوالیتی بالاتر میگیرم. اون شروع واقعا مهمه. خب که تو خودت آقا این قضیه رو شروع کنی با هر دیوایسی که الان دستته. میگم که یه لیست در بیار، بنویس مثلا من با گوشی میتونم فیلم برداری کنم، پای دوربین نیاز دارم، یه پای دوربین موبایل میتونم بگیرم، اونم تو ارزون ترین حالت ممکن، میکروفونم بهت گفتم میتونی بگیری، اونم تو ارزون ترین حالت ممکن. اینو مثلا تو میتونی ویدیو تو شروع کنی دیگه. حالا اگه میخوای یوتیوب کار کنی، اگه نه میخوای تیزر درست کنی، بازم میتونی با گوشیت بری تکنیکای فیلم برداری رو یاد بگیری، مثلا مسیرایی که دوربین حرکت میکنه، چه مثلا پن، تیلت، اینا همه رو بری اسمشون رو یاد بگیری، هی به خودت اضافه کنی، بعد به خودت میای که آقا تو چقدر مهارت داری. میبینی بعدش مثلا میری مهارت‌های دیگه به خودت اضافه میکنی، کم کم این مسیر رو تو شروع کردی. میگم که برای همین میگم مهم شروعه دیگه، چون تا شروع نکنی این اتفاقا برات نمیافته. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. خواستم همینطوری یه صحبت باحالی داشته باشیم، یه سری ویدیوهای دلی اینطوری میخوام باهاتون صحبت کنم. اگه اوکی باشین که چه بهتر. شما هم نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. اگه تجربه‌ای داشتین این قضیه که خودتون چجوری شروع کردید حالا با هر دیوایسی، اونو برام حتما توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی. چاکس.